گاهی فقط کافیه قبل خواب خودتو بسپری به یه قصه ها مثل یه نفس عمیقن. آروم آروم ذهن رو از شلوغی روز جدا میکنن و قلبت رو سبک میکنن. مغز رو میبرن به یه جایی که نگرانی ها دیگه قدرت ندارن. وقتی داستانی میشنوی، ذهنت از حالت فکر کردن به حالت رویابینی میره. بدنت شل میشه و نفسات آرومتر و خوابت هم عمیق‌تر. قصه شنیدن قبل خواب یه جور نوازش نامرئیه. برای روح، برای ذهن، برای تمام خستگی های روز. همین آرامش کوچیک میتونه فردای بزرگی رو برات بسازه. قصه اول از کتاب 1001 شب، داستان شاه شهریار و شهرزاد. در زمانهای خیلی دور، در سرزمینی پهناور و باشکوه، دو برادر زندگی می‌کردند. شاه شهریار پادشاه بزرگ سمرقند و برادر کوچکترش شاه زمان پادشاه تاتار. روزی شاه شهریار برادرش شاه زمان رو به مهمونی دعوت کرد. شاه زمان صبح زود از قصرش بیرون اومد تا سفر کنه. اما ناگهان یادش افتاد چیزی رو فراموش کرده و به قصر برگشت. وقتی برگشت صحنه‌ای دید که تمام دنیا براش فرو ریخت. همسرش با مرد غریبه‌ای نشسته بود. شاه زمان از خشم آتش گرفت، مرد رو کشت و زن رو نیز مجازات کرد و همون شب به راه افتاد. اما دیگر آن پادشاه آرام سابق نبود. وقتی به قصر برادرش رسید، همه چیز براش تلخ بود. در مهمونی ها نمی خندید، غذاها خوشمزه نبود، در چهره مردم هم شادی نمی دید. شاه شهریار از این حال برادرش تعجب کرد و سرانجام شاه زمان حقیقت خیانت همسرش رو به برادر گفت. اما چند روز بعد اتفاقی افتاد که نه تنها شاه زمان بلکه خود شاه شهریار را هم از پا انداخت. روزی پادشاه بزرگ خواست به شکار برود و نیمه راه برگشت. وقتی وارد باغ قصر شد، دید ملکه‌اش همراه چند کنیز و غلام سرگرم شادی و کارهای ناپسند است و غلام محبوبش را در آغوش گرفته. شاه شهریار همانجا فهمید تمام عمرش را به کسی اعتماد کرده که لیاقت این مقام را نداشت. قلبش شکست، غرورش نابود شد و تصمیم گرفت کاری کند که هیچ زنی دیگر فرصت خیانت نداشته باشد. از آن روز فرمان داد هر شب با یک دختر ازدواج کند و فردا صبح او را بکشد. همه شهر در ترس و ماتم فرو رفت. هیچ خانواده‌ای جرأت نداشت نام دخترش را بر زبان بیاورد، تا اینکه دختر وزیر شهرزاد، دختری دانا و زیبا و باهوش، رو به پدرش کرد و گفت: پدر، من باید این پادشاه را از این خونریزی نجات دهم. وزیر با وحشت گفت: دخترم، تو را هم می‌کشد. اما شهرزاد لبخند زد: نه پدر، من کاری می‌کنم که نه تنها مرا نکشد، بلکه دیگر هیچ دختری در این سرزمین کشته نشود. وزیر که دید چاره‌ای نیست، مجبور شد او را نزد شاه ببرد. شاه شهریار با تردید پذیرفت. شب اول شهرزاد وارد تالار شد، اما قبل از آن که سپیده بدمد، کاری کرد که زندگیش را نجات داد. او شروع کرد قصه گفتن. نه هر قصه‌ای که درست در اوج قبل از اینکه نتیجه اش را بگوید ناگهان ساکت شد و گفت: ای ملک زمان، اجازه بده فردا شب ادامه اش را بگویم. اگر امروز مرا بکشی، این راز بزرگ تا ابد پنهان میماند. کنجکاوی پادشاه بیدار شد. صبح روز بعد او را نکشت و این آغاز 1001 شب قصه گویی شهرزاد.
قصه هایی که نه فقط جان خودش را بلکه جان هزاران دختر را نجات داد و به تدریج قلب سرد شاه را نرم کرد. اگه دوست داری قسمت دوم رو هم از روی کتاب 1001 شب براتون بخونم، ما رو دنبال کنید و منتظر شنیدن